اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد. آدم آمد، دید، عمل کرد، مرد. شعار هر یک مسلمان باید چنین باشد: یکم، با حق و صدق. دوم، با خلق و انصاف. سیوم، با نفس با قهر. چهارم، با بزرگان با حرمت. پنجم، با کودکان با شفقت. ششم، با دشمنان با حلم. هفتم، با دوستان با نصیحت. هشتم، با درویشان با احسان. نهم، با جاهلان با سکوت. دهم، با علما با تواضع. یازدهم، با عاقلان با اشارت. دوستان من، زمانی که این خط هموار شود، آنگاه همه تو را دوست خواهند داشت. خداحافظ.